آخه این گفت که مادرشون صبح خونه‌شون بوده که. حالا شاید برگشتن، شاید هم کلید دادن به دخترشون بیاد سر بزنه. شما دخترشون رو میشناسین؟ نه والا، ندیدمشون تا حالا. میشه شماره خانم زنجانی به من بدین؟ بله حتما، البته اگه ایران نباشن فکر کنم گوششون آنتن نمیده. حالا شما بعد به دلت را نده، من دوربینا رو چک میکنم، اگه مشکل باشه حتما بهتون میگم. یه چیزی شده؟ نه چیزی نشده. شماره اون یارو رو بده. یارو کیه؟ همون دختر بی اصل و نسبی که زهدمه در بود. تو نمیخوای بس کنی نه؟ نه نمیخوام بس کنم. اون حروم لقمه مگه نبود دختر خانم زنجانیه؟ خب مگه نگفت مامانش صبح رفته از خونه بیرون؟ الان مدیر ساختمون داره میگه اصلا مامانش 1 ماه خونه نیست. یعنی چی؟ یعنی دختر دروغ گفته. خب این که ناراحتی نداره. بیا اینم شمارش. این که خاموشه. لابد مقصر اینم منم. خودت مثل بچه آدم بگو جریان چیه، من دارم روانی میشم. مطمئنی داری روانی میشی؟ منظورت چیه؟ چون شدی به همه چی مشکوکی. از روز اولی که با من ازدواج کردی همش به من شک داری. چرا با من اصلا ازدواج کردی؟ آقا به من چه ربطی داره که شوهر قبلیت بهت خیانت کرده؟ خدایی تو جای من بودی چی فکر میکردی؟ الان چی شده که فکر میکنی من بهت خیانت کردم؟ با یکی از همسایه‌ها اتفاقی از در اومدیم بیرون. اتفاقا عجیب اینه که اون عوضی بهت گفته شب بهت زنگ میزنم عزیزم. یعنی حتی 1% هم به خودت احتمال نمیدی که اشتباه شنیده باشی؟ من مطمئنم خودم شنیدم. شهرزاد تو داری مریض میشی، به خدا که روان ریخته به هم. بیا بریم پیش مشاور، به خدا اینطوری نمیتونیم ادامه بدیم. این فیلتر سیگار برای کیه؟ کی اینجا بوده؟ کسی اینجا نبوده، باز شروع نکن، مال خودته. من میلانو میکشم؟ یعنی چی؟ یعنی سیگاری که من میکشم وینستونه، میلانو نیست. حتما مال علیه، یه سر بعد از ظهر اومد جامو رفت. این برای علیه؟ آره مال علیه. چرا اینجوری با من صحبت میکنی؟ الان معلوم میشه. گوشیتو بده. ببین اگه الان زنگ زدی به علی و حرفای من درست در اومد دیگه حوصله‌تو ندارم، چوب خطت پر شده، فردا میری محضر طلاقت میدم. الان معلوم میشه. گوشیتو بده. سلام علی آقا، خوبی؟ سلام جان، مرسی زن داداش. خوبی؟ زودتر براتون بزنم بهم میگم من که عجله دارم، ببخشید. از صبح سر کار بودی؟ نه من یه سر صبح اومدم خونه‌تون رو رفتم دیگه. راستی علی آقا من سیگارم خیلی داره اذیتم میکنه. شما چی میکشیدید؟ راضی بودید؟ میلانو بگیر، خیلی خوبه. میلانو؟ باشه مرسی. فعلا خدافظ. راستی خانم آزادی، جانم. این موضوعی که گفتین رو من پیگیری کردم. دستتون درد نکنه. مثل اینکه خانم زنجانی 2 روز پیش از مسافرت برگشتن. برگشتن؟ بله برگشتن، گویا دخترشون دیشب پیششون. آخه گوشیشون خاموش بود. آره مثل اینکه دست دخترشون بود. خیلی ممنون ازتون، لطف کردین. چای آوردم، نمیخوری؟ قبل اینکه می‌خواستی به علی زنگ بزنی گفتم اگه حرف من درست در بیاد چوب خط دیگه پر شده، همه چی بین من و تو دیگه تمومه. گفتم یا نگفتم؟ حالا میخوام بهت بگم تو یه آدم مریض روانی شکاکی. فردا هم میای میریم محضر، تکلیفتون میخوام روشن کنم.